به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دانش آموزان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان امروز در خدمتتونم با ترجمه درس سوم عربی 11 مشترک که عنوانش عجائب الاشجاره، شگفتی های درختان. ما در این درس با چند نمونه از درخت های عجیب و غریب در جهان آشنا میشیم که هر کدوم از اینها نشانه‌ای هستند بر قدرت خداوند. و طبق روال جلسات قبل بنده در ابتدا نکات ترجمه‌ای هر یک از جملات رو خدمتتون عرض میکنم و به دنبال اون با کمک همدیگه و با استفاده از معجم درس کل جمله رو ترجمه خواهیم کرد. ظواهر الطبیعة تثبت حقیقة واحدة و هی قدرت الله. اولین کلمه‌ای که میخوام در موردش براتون توضیح بدم کلمه ظواهره. بچه‌ها این کلمه یک اسم جمع مکسره و مفردش هم ظاهرته. ظاهرت یعنی پدیده، ظواهر میشه پدیده ها. پس این کلمه رو با صفت ظاهرت به معنای آشکارا یا آشکار اشتباه نگیرید. این کلمه اصلا صفت نیست. این کلمه اصطلاحاً بهش میگن مضاف تو این جمله و کلمه‌ای هست که خودش میتونه توصیف بشه. خب این کلمه به طبیعت اضافه شده بچه‌ها. پس ما باید در ترجمه حواسمون رو جمع کنیم. حواسمون جمع چی باشه؟ حواسمون جمع این باشه که این ترکیب اضافی رو به شکل ترکیب وصفی ترجمه نکنیم. یعنی در واقع ترجمه این جمله میشه پدیده های، اجازه بدید، میشه پدیده های طبیعت. نگید پدیده های طبیعی ها، چون پدیده های طبیعی ترکیب وصفیه و باید به شکل الظواهر طبیعیه نوشته بشه. این ظواهر طبیعت. خب ادامه میدیم. ترجمه رو خدمتتون عرض میکنم. پدیده های طبیعت یک حقیقت را ثابت میکند و آن قدرت خداست. والآن نصف بعض هذه الظواهر. خب کلمه بعدی کلمه نصفه بچه ها. کلمه نصفه یه فعل مضارع است مربوط به اول شخص جمع یا ضمیر نحنوه و اصل این کلمه سه حرف اصلیش وصفه بوده. سه حرف اصلیش وصفه بوده، یعنی از و، س و ف تشکیل شده. وصفه یعنی توصیف کرد. حالا نصفه چون مضارع است و مربوط به اول شخص جمعه ترجمه میشه به توصیف میکنیم و به این شکل ترجمهش میکنیم و اکنون برخی از این پدیده ها را توصیف میکنیم. اولین درختی که به ما معرفی میشه تو این درس العنب البرازیلیه. به تصاویر نگاه کنید بچه ها. این درخته بهش میگن العنب البرازیلی. عنب یعنی انگور، برازیلی یعنی برزیلی. برازیلی تو این ترکیب صفت محسوب میشه. پس ما میگیم انگور برزیلی. انگور العنب البرازیلیو شجرة تختلف عن باقی اشجار العالم تنبت في البرازیل و تنمو اثمارها على جذعها. انگور برزیلی درختی است که با بقیه درختان جهان فرق می کند یا تفاوت دارد. در برزیل می روید و میوه هایش روی تنه آن رشد می کنند. بچه ها حواستون به این دوتا کلمه باشه. به این دوتا کلمه تنبتو و تنمو. اینا رو جا به جا ترجمه نکنید. تنبتو یعنی می روید،
تنمو یعنی رشد میکند. تنمو سه حرف اصلیش نمو است. همون رشد و نموی که خودمون تو فارسی میگیم هم از همین کلمه گرفته شده. خب و من اهم مواصفات هذه الشجره انها تعطی اثمارا طول السنه. کلمه‌ای که تو این ترکیب وجود داره و مربوط میشه به موضوع درس قبل اهمه. ما خوندیم که کلمه‌ای که بر وزن افعل باشه و به اسم دیگه اضافه بشه بهش میگن اسم تفضیل. خب الان این کلمه هم بر وزن افعل بوده، اهمم بوده که به خاطر خوندن به شکل اهم میخونن و تلفظش میکنن و ما با این کلمه هم تو درس قبل آشنا شدیم. حالا چون که این کلمه به مواصفات اضافه شده باید در ترجمه به شکل صفت عالی ترجمه شه. این از این. خب حالا بذارید ترجمه کامل جمله رو خدمتتون عرض کنم. یکی از مهمترین ویژگی‌های این درخت این است که در طول سال میوه میدهد. در طول سال میوه میدهد. خب حالا اینجا ممکنه برای برخی سوال وجود بیاد، چرا اسمارن که یک کلمه جمع بود رو در ترجمه به شکل جمع ترجمه نکردیم؟ ببینید دوستان، ما تو فارسی وقتی که میخوایم به میوه دادن یا ثمر دادن یک چیز یا درخت اشاره بکنیم هیچ وقت نمیگیم میوه ها میدهد یا ثمرها میدهد. در واقع تعطی اسمارن وقتی میاد تو زبان فارسی باید طبق چهارچوب زبان فارسی ترجمه شه. پس ما اینجا اجازه داریم که این کلمه اسمارن رو به شکل مفرد ترجمه کنیم و بگیم میوه میدهد. خب درخت بعدی شجرة السکویا هست. شجرة السکویا شجرة من اطول اشجار العالم فی کالیفرنیا. باز ما تو این جمله اطول رو داریم به عنوان اسم تفضیل که به کلمه بعدش یعنی اشجار اضافه شده. پس باید حواسمون رو جمع کنیم و این رو به شکل صفت عالی ترجمه کنیم. ترجمهش اینه بچه ها. درخت سکویا درختی است که از طولانی ترین درختان جهان در کالیفرنیا است. یعنی از بلندترین درختان جهان در کالیفرنیا به شمار میره. این اطول رو به بلندترین ترجمه کنید که با چیزی که در زبان فارسی میگیم سنخیت بیشتری داشته باشه. قد یبلغ ارتفاع بعضها اکثر من 100 متر و قد یبلغ قطرها 9 امتار. نکته ترجمه‌ای که میخوام خدمتون عرض کنم در مورد ترجمه فعلی هست که با قد به کار میره. بچه‌ها این کلمه قد رو خوب بهش دقت کنید. توی تست ها بهش زیاد توجه میشه. هر وقت دیدید که بعد از کلمه قد یک فعل مضارع به کار رفته مثل یبلغو در این دو جمله، در این گونه موارد شما باید بیایید اون کلمه قد رو، کلمه قدی که اینجا مشاهده میکنید رو در فارسی به لفظ گاهی ترجمه کنید. حواستون باشه ها، ما قبلا دیدیم که قد قبل از فعل ماضی اگر دیده میشد باعث میشد که اون فعل ماضی بشه ماضی نقلی، اما اینجا بعد این قد یه فعل مضارع اومده، پس باید به شکل گاهی ترجمه شه. ترجمه این جمله میشه ارتفاع بعضی از آنها گاهی به بیش از 100 متر میرسد و قد یبلغ قطرها 9 امتار و قطر آنها نیز گاهی به بیش از 9 متر، گاهی به 9 متر میرسد. دیگه اینجا کلمه اکثر رو ما نداریم دیگه، نباید ترجمه کنیم. و یزید عمرها علی 3500 سنه تقریبا.
یزیدو یعنی بیشتر می شود. این کلمه یزیدو، این کلمه رو ببینید، یزیدو یعنی بیشتر می شود. میگیم عمر این درخت بیش از، تقریبا اینجا هم داره، تقریبا بیش از 3500 سال می شود. عمر این درخت تقریبا بیش از 3500 سال می شود. یعنی به بیش از این 3500 سال هم تجاوز میکنه و گاهی هم از این در واقع 3500 سال عبور میکنه. خب بریم سراغ درخت بعدی. الشجرة الخانقه، درخت خفه کننده. الشجرة الخانقه شجرة تنمو في بعض الغابات الاستوائیه. خب اولین موردی که میخوام خدمتتون تذکر بدم و ازتون خواهش بکنم که خیلی بهش دقت بکنید، تلفظ کلمه استواست. بچه‌ها ما تو فارسی به شکل غلط گاهی از اوقات این کلمه رو به استوا تلفظ میکنیم. این استواست. پس ممکنه تو تست های مربوط به حرکت گذاری یا ضبط الحرکات این رو به شکل استواییه بنویسن. حواستون رو خیلی جمع کنید، این استوایی است. درخت خفه کننده درختی است که در برخی جنگل‌های استوایی رشد می‌کند. تبدأ حیاتها بالالتفاف حول جذع شجرة و غصونها. زندگیش را با پیچیدن دور تنه یک درخت و شاخه‌هایش آغاز می‌کند. دوستان دقت کنید، تبدأ به معنای آغاز می‌کند ها، اون رو با آغاز می‌شود اشتباه نگیرید. من دیدم تو برخی از تست ها این رو با آغاز می‌شود ترجمه می‌کنن. پس این میشه آغاز می‌کند یا شروع می‌کند. اینو به شروع می‌شود ترجمه نکنید. این حواستون رو بهش جمع کنید. خب چرا اینجوری شدیم؟ حالا درست شد. خب ثم تخنقها تدریجیاً، سپس به تدریج آن را خفه می کند. یعنی همون درختی که دورش می پیچه. یوجد نوع منها فی جزیره قشم التي یا فی جزیره قشم التي تقع فی محافظه هرمزجان. بچه‌ها توی زبان عربی گاهی از اوقات ما با الفاظ روبرو میشیم که ریشش عربی نیست، مثل این کلمه، مثل هرمزجان. برخی از الفاظ وقتی وارد یک زبان دیگه میشن امکان ترجمه اونها وجود نداره، اما زبان مقصد هم بنا به شرایطی اون لفظ رو دوست نداره که به همون شکل استفاده کنه. زبان عربی هم از این قضیه مستثنا نیست. ما میدونیم که 4 حرف پژ و گچ، یعنی پ و ژ و گ و چ در زبان عربی فصیح وجود نداره. عربی فصیح رو دارم میگم، نه عربی لهجه ها. توی لهجات داستانش جداست و اصلا تابع قوانین دستوری زبان نیستن. اونها دیگه هر جور دلشون بخواد تلفظ میکنن. توی زبان فصیح عربی چنین چیزی رعایت نمیشه. این هرمزگان نمیگن، به جاش میگن هرمزجان. این هستیم. و کلمه بعد یوجدوه بچه‌ها. این کلمه یک کلمه فعل مضارع مجهوله. این رو ما میتونیم تو این جمله به 2 شکل ترجمه کنیم. یکی اینو به همین شکل فعلی که هست ترجمه کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم یافت می شود. یافت می شود. همینجوری که هست. بگیم نوعی از آن یافت می شود. یه ترجمه دیگه هم که اون هم قابل قبوله اینه که ما به جای یافت می شود بگیم وجود دارد.
چیزی که تو فارسی هم استفاده میشه. پس وجود دارد هم برای این ترجمه بسیار مناسبه و هیچ مشکلی نداره. و نکته بعدی هم که میخوام باز خدمتتون یادآوری کنم ترجمه اسم موصول علتیه. ما خوندیم که اسمهای موصول وقتی بعد از اسمهای الف و لام دار یا اسمهای خاص قرار بگیرند دیگه نباید به شکل چیزی که و کسی که ترجمه شند. اینجا قشم یه اسم خاص دیگه، اسمی هست که ما همه ماها میشناسیمش، بنابراین باید این علتی رو به که ترجمه کنه. خب پس ترجمه این جمله این میشه: نوعی از آن در جزیره قشم یافت می شود یا وجود دارد که در استان هرمزگان واقع است. تقع فعل یعنی جزیره قشم در استان هرمزگان واقع میشه. خب این تصاویری هم که تو این صفحه میبینید مربوط به همون درخت خفه کننده است. درخت بعدی شجرة الخبز، درخت نان. ببینید بچه‌ها این میوه‌ای که اینجا تو این تصویر نشون میده به لحاظ حالا بزرگی میوه یه خورده شکل شمایلش به نون میخوره، حالا نه زیاد، ولی دیگه به این میوه عرب زبان ها میگن شجرة الخبز. شجرة الخبز شجرة استوائیة تنمو فی جزر المحیط الهادئ. درخت نان یک درخت استوایی است یا درختی استوایی است که در جزیره‌های اقیانوس آرام رشد می‌کند. تحمل اثمارا فی نهایت اغصانها کالخبز. در انتهای شاخه‌هایش میوه‌هایی را مانند نان حمل می‌کند. دوستان اغصان، این کلمه، این اغصان با واژه غصون مترادف، یعنی اگر بخواید مترادف اغصان رو بنویسید میشه غصون. یأکل الناس لب هذه الاثمار. مردم مغز این میوه ها را میخورند. لب یعنی مغز. درخت بعدی شجرة النفط. بچه ها عرب ها نفت رو به نفط تلفظ میکنن، پس حواستون رو به تلفظ این کلمه هم جمع کنید. من اینجا براتون هایلایت میکنم که مشخص بشه. خب عرض به حضورتون. خب حالا ترجمه کنیم، بعد اگر نکته بزنم رسید براتون میگم. شجرة النفط شجرة یستخدمها المزارعون کسیاج حول المزارع لحمایت محاصیلهم من الحیوانات. نکته که میخواستم خدمتتون بگم اینه بچه ها، خوب دقت کنید. بچه ها اینجا ما یه مزارع داریم، مزارع. اینجا هم یه مزارع داریم. بذار یک بار دیگه من اینو براتون مشخص کنم، این دفعه کادر بکشم دورش بهتره تا اون واو و نونه بره کنار. ببینید بچه ها مزارع رو ببینید. مزارع با کلمه مزارع ظاهراً یکیه، یعنی آدم فکر میکنه یکیه، اما یکی نیست. اصلاً از این خبران نیست بچه ها. مزارع اسم فاعل بچه ها. مزارع یعنی کشاورز. پس اگر ما بخوایم توضیحاتش اینجا خدمتتون بنویسیم، میگیم مزارع اسم فاعل از لحاظ زبان عربی و ترجمهش میشه کشاورز، که حالا جمعش میشه کشاورزان. ولی مزارع یعنی این کلمه، اینجا بنویسم براتون، این کلمه به معنای جمعه. اولا یک کلمه جمعه، یعنی جمع مکسره اولا، پس این کلمه جمع مکسره و جمع مکسر کلمه مزرعته، پس جمع کلمه مزرعت محسوب میشه. خواهش میکنم که این دوتا رو یکی نگیرید، حواستون باشه ها. گاهی از اوقات اینا رو
جابجا می‌نویسن تو ترجمه ها که ببینم شما حواستون بهش هست یا نه. خصوصا توی سوالات ضبط الحرکات رو روی این قضیه خوب دقت کنید که اشتباه نکنید توی این موضوع. خب حمایت هم که یعنی محافظت. حالا ترجمه میکنیم. میگیم درخت نفت درختیه که کشاورزان آن را به عنوان پرچینی دور مزرعه ها برای محافظت محصولاتشان از حیوانات به کار میگیرند. خب یه چیز دیگه هم که الان به ذهنم خورد که براتون توضیح بدم، کلمه محاصیل. بچه‌ها این کلمه وقتی که میخوان نوعش رو تعیین کنند توصیه میکنن که به مفردش مراجعه بشه. مفرد این کلمه میشه محصول. مفرد این کلمه میشه محصول. حالا وقتی میخوایم بگیم محاصیل چه نوع اسمیه، میگیم نگاه میکنیم به مفردش. محصول چون بر وزن مفعوله و از فعل حصله هم ساخته شده بهش میگن اسم مفعول. این رو حواستون رو جمع کنید نگید حالا چون که داره پس اسم مکانه ها. اسمایی مثل مساکن، مثل محافل و غیره چون که مفردشون اسم مکانه میشه بهش بگیم اسم مکان، اما اینو نه، حواستون باشه که این جمع محصول. لأن رائحة هذه الشجرة کریهة تهرب منها الحیوانات. حالا چرا این کار رو انجام میدن کشاورزا؟ میگه زیرا یا به خاطر اینکه بوی این درخت بده، ناپسنده و حیوانات از آن فرار میکنند. و تحتوی بذورها علی مقدار من الزیوت لا یسبب اشتعالها خروج ای غازات ملوثه. خب بذور جمع بذر. بذر یعنی دانه. پس میگیم دانه هایش دارای یا حاوی مقداری روغن است که سوختن آن، یعنی سوختن اون دانه ها، سوختن اون روغن ها موجب یا باعث خروج هیچ گاز آلاینده ای نمی شود. هیچ گاز آلاینده ای نمی شود. خب اینجا ممکنه شما براتون سوالاتی به وجود اومده باشه که چرا آقا زیوت رو که جمعه به زیت ترجمه کرد، یعنی گفت روغن، و غازات که یک کلمه جمع هست رو باز به شکل یک کلمه مفرد ترجمه کرد، گفت گاز. چرا چنین چیزیه؟ بچه‌ها دلیل این که من اینجا اومدم از این کلمات مفرد به جای ترجمه جمع استفاده کردم چیزی نیست جز محدودیت‌های زبانی. یعنی چی؟ یعنی تو فارسی وقتی که میخوان اینو ترجمه بکنن نمیگن مقداری از روغن‌ها، نمیگن هیچ گازهای آلاینده‌ای، میگن مقداری روغن. اینجا میگن هیچ گاز آلاینده‌ای. دلیلی غیر از این ما برای این کار پیدا نمی‌کنیم و دلیل بسیار درستیه و کار درستی هم هست که اینجور باید انجام بشه. پس ما نباید خیلی تحت لفظی ترجمه بکنیم، باید به گونه‌ای بگیم که تو فارسی استفاده میشه. خب ترجمهش خدمتتون عرض کردم. حالا بیریم سراغ ادامه جمله. و یمکن انتاج نفط منها. یمکن یعنی امکان دارد، انتاج هم که میشه تولید. پس ترجمه میکنیم تولید نفت از آن، یعنی از همون آنها، منظور از این بذرها وجود داره. و یوجد نوع منها فی مدینه نیکشهر به محافظت سیستان و بلوچستان باسم شجرت مداد. و نوعی از آن، یعنی از درخت نفت، در شهر نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان یافت میشه یا وجود داره به اسم درخت مداد. اینم تصاویر مربوط به این درخت.
آخرین درختی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم درخت بلوطه. عرب‌ها این رو به بلوط تلفظ میکنند. بلوط. این رو هم دقت کنید که با تشدید همراه باید باشه. شجرة البلوط هی من الاشجار المعمره. درخت بلوط یکی از درختان یا از درختان کهنسال به شمار میاد یا یکی از درختان کهنسال است. و قد تبلغ من العمر 1000 سنه. بچه ها قد تبلغ که دیگه نیاز به گفتن نیست، در موردش نکاتش رو خدمتون گفتم. حالا به 1000 سنه نگاه کنید. ببینید بچه ها کلمه 1000 در اصل 2000 بوده. در زبان عربی به عنوان یک قانون زبانی و دستور زبان اینجور قرار دادن که اسم مثنی و جمع وقتی میخواد اضافه بشه باید بدون نون زائد به کار بره. پس این 2000 بوده، بنابراین اینو ما باید به 2000 ترجمه کنیم. پس ترجمهش میشه گاهی عمرش به 2000 سال میرسد. توجد غابات جمیلة منها فی محافظتی ایلام و لرستان. اینجا هم دقت کنید محافظتی هم در اصل محافظتین بوده که نونش افتاده. حالا در مورد ترجمه این کلمه یعنی محافظتی یک نکته هست که باید بهتون بگم. بچه ها محافظتی یک اسم مثنی است. در ترجمه اون هم میتونید بگید 2 استان، هم میتونید بگید استانها. این دوتا هر دو درستند. این دوتا هر دو درسته بچه ها. یعنی هیچ اشکالی برای کاربردش وجود نداره. پس میشه 2 استان یا استانها. بذارید من اینو یک بار دیگه بنویسم. قاطی کرد. پس اینو اینجا یادداشت میکنم براتون. اینو میتونید هم بگید 2 استان هم بگید استانها. 2 استان و هم بگید استانها. ای بابا چرا اینجوری؟ خب حالا استانها. حالا اما شما نمیتونید بگید استان ایلام و لرستان. چرا؟ چون کلمه ما مثنی است. یعنی یا باید به شکل مثنی ترجمه بشه یا باید با پسوند ها اون رو ترجمه کنیم. این دوتا توی ترجمه بسیار مهمن. باید حواسمون رو بهش جمع کنیم. ادامه میدیم. یدفن السنجاب بعض جوزات البلوط السلیمه تحت التراب. سنجاب که ما میگیم سنجاب تو فارسی، برخی از دانه های سالم بلوط را زیر خاک پنهان می کند. بچه ها کلمه یدفنو ترجمهش میشه دفن می کند. این دیگه به لحاظ لفظی مشخصه، ولی ما تو فارسی برای پنهان کردن دانه یا اصطلاحاً چال کردن دونه های درخت زیر خاک غالباً از لفظ پنهان می کند استفاده می کنیم یا مخفی می کند، نمیگیم دفن می کند. این یک. و دوم این که کلمه السلیمه، ببخشید، کلمه السلیمه که شما تو این جمله مشاهده می کنید صفتی هست که مربوط میشه به جوزات. درست شد؟ پس شما حواستون رو باید جمع کنید بچه ها. تو ترجمه بگید دانه های سالم بلوط، نگید دانه های بلوط سالم. رو این مورد سوال زیاد طرح میکنن. من دیدم توی طرح سوالات ترجمه رو این مورد و موردهای مشابه اون خیلی دقت میکنن. پس شما حواستون باشه. حالا از کجا بفهمیم که این صفت مربوط به جوزاته؟ کافیه نگاه بکنید به حرکت حرف آخرش. ببینید بچه ها اینجا ت گرفته، پس به واسطه گرفتن این ت شما نمیتونید اون رو صفت برای بلوط که مذکر به حساب بیارید. این دقیقاً صفت محسوب میشه برای جوزات. پس ترجمه این شد: سنجاب برخی از دانه های سالم بلوط رو زیر خاک چال میکنه یا پنهان میکنه یا مخفی میکنه. و قد ینسا مکانها،
و گاهی جاشو فراموش میکنه. پس اینجا هم از گاهی استفاده میکنیم. و فی السنة القادمة تنمو تلک الجوزة و تصیر شجرة. و در سال بعد، قادمه یعنی آینده، یعنی بعدی، و در سال بعد یا در سال آینده آن دانه رشد می کند و به درختی تبدیل می شود. آخرین نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم و بسیار هم مهمه، ترجمه کلمه شجرتنه. شجرتن یک کلمه ای هست که اصطلاحاً تو عربی بهش میگن اسم نکره. اسمهای نکره یعنی اسمهای ناشناس که با تنوین به کار میرند، یا به عبارتی اسمهایی که الف و لام ندارند و اسم خاصم محسوب نمیشن، باید در ترجمه با پسوندها یا پیشوندهای ناشناس بودن ترجمه بشن. یعنی شما باید در ترجمه این کلمه یا بگید یک درخت یا باید بگید درختی. اگر بگید عرض به حضورتون بگید درخت، اشتباه ها. بذار من این فونتش رو تغییر بدم. ببخشید بچه ها. خب پس این حواستون رو بهش جمع، یا باید بگید یک درخت یا باید بگید درختی. این از این. پس حواستون رو جمع میکنیم این قضیه و اون رو به درخت ترجمه نمیکنیم. بچه‌ها ببخشید دیگه توضیحاتم هم یکم طولانی شد، ولی خب دیگه کل نکات رو یاد گرفتیم. خب دیگه بیشتر از این من مزاحمتون نمیشم. امیدوارم که نکاتی که بهتون گفتم رو مورد توجه قرار بدید و در ترجمه های جملات دیگه هم مورد استفاده قرار بدید. موفق و مؤید باشید. خدا یار و نگهدارتون.